میخوایم از این بستنی انبهی ها تست کنیم. باید اینجا بشینی. این کابه آبمون خوشگله. خوبه قشنگ. تو اینجا بشینی. خب خب یه خوبه. چرا قشنگ انگوشت میذاری رو نگاه کن انگوشت مونده. این کاراتو ببین. چی بگیم توش مریم؟ من بگو من چه توپه. سلام چطورین خوبین بچه‌ها؟ اومدیم امروز بستنی انبهی میهن که همه تو تبلیغش خوب شده. اینو بزن چیز شه سلام چطورین بچه‌ها خوبین؟ امروز میخوایم بستنی انبهی میهن رو که همه جا پر شده تبلیغاتش تست کنیم ببینیم واقعا اونجوری که میگن خوشمزه هست یا نه. این اصلا تبلیغاتی نیست، هیچ پولی هم نگرفتیم و اینکه بکنیم ببینیم واقعا اونجوری که میگن خوشمزه است یا نه. ما واقعیت رو میگیم چون هیچ پولی نگرفتیم. سیر گرفتی تو فریزر. به خیلی هم عالی. من اینو رو از شهرک غرب برداشتم آوردم تا کرج. اگه بدونین چه جوری توی کیسه یخ گذاشتم و اینا و اینکه دیگه الان در شروع آب شدن. بریم تستش کنیم ببینیم چه جوریه. بسته‌بندیش خیلی باحاله. امیدوارم داشته باشه. بندازم اینو چجوری چیز کردی؟ چیز کن اینو باز کردی؟ قیمتش هم 50 تومن. احتمالاً تا چند وقت دیگه توی بازار بیاد ولی ما هرچی تو اینترنت گشتیم هر جا گشتیم پیدا نکردیم. واقعا بعضیا بعد چشم چال ندارن. دو دست شور شما نمیدونی یه هیئت تماشاگران هم اون هم داریم همسایه‌ها نشستن هم من برای تو خط نداره برای من یه خط داشت. الان سجادم از سر کار میاد میگه این دوتا خانم آشنان. همیشه کار سخت رو به من میده. ناخون داری من هیچی ندارم. نداره با دندون فکر کنم باید مسخره است. اولین امتیاز منفی رو بهش میدم به خاطر بسته‌بندی. خوشگل هست ولی سخته. من اصلا دندونم این ورش این هم اصلا از اینو نداره. ساعت تو خیلی باهوشی بهت افتخار میکنم. کجا شپوری اینم به شپوری بریم که امتحان کن قبل از اینکه به فنا بره. در حال به فنا رفتن. خوشگله ولی ظاهرش خوشگل بود. برای من کوچیک‌تره برای من سالم‌تره. برای من آب شده آخه تو هم رفته. یک کوچولو بوی انبه میره همراه با سیر و باقالی و شیرین. فکر نکنم این ایراد از اون باشه. فریزر ما خب این واقعا بو سیر میده. انگار سیر یخ زده داریم میخوریم بوی انبه هم میده. دوست داشتم و اون بوی سیرش رو حذف کنیم خوشمزه است. اون بوی سیرش هم به خاطر فریزر ما ولی باحاله. خیلی باحاله. مثلا کابل انگار شکلات ولی انبه‌ایه. آره جالب بود. نه حالا اونجوری داره میگن واو فلان خیلی چیز خفنیه. مثل این بستنی انبه‌ایه. من مدل ساده‌شو قبلا خوردم. آره همونجوری من مزه خفن باشه که خود انگار انبه است. نه چیه واسه کرمه؟ من هیچی نمیدونم فقط میخورم. دلت نخواد من از اینو نداره. اینو میگیم تو چند امتیاز بودی؟ از 1 تا 10. 1 تا 10 8 خدا را دوست داشتم. اینجوری که حالا انگار خود انبر رو تو این استفاده کردن یا مثلا خیلی بخواد طعمش رو بده نه اونقدر نیست ولی خب من خوشمزه است. آره بستنی انبه‌ایه دیگه. ما از این چیزا که میریم بستنی میوه یا طعمای مختلف هست. انبه‌ایش رو بردی دقیقاً همونه. حالا دیگه انقدر سر مال نزن. چی پول نگیریم. بذار حقیقت رو بدونن مردم. داشتم فریزر کاراملش. خوشگل برن از این نشون بده. چقدر باحاله. دیگه دست ما چیزای خوب میاد دیگه. چرا واسه من از اینا نداره؟ نمیدونم چی بود نشستم واقعا واسه من مثلا چی نداره. خب این نشون میده که اینا شانسیه. شاید شانس منه فقط. کلا از تمام اینایی که تولید کردن فقط این یه دونه نداره. واقعا بس بندی نه وایسا. داره میرسه ایشش خرید داره یعنی ارزش امتحان کردنش داره. مثلا خوبه. اگه اون 50 تومن باشه. منو قطع کنم. نه که همش اینجوری بوده. اینجوری بوده. تار. یعنی قلبم درد میگیره. یه بار نشد قشنگ یه چیزی بخورم. تموم شد. نندازش میخوایم. نه. تو ظرفش خیلی باحاله. میتونیم اینو بذاریم تو بعد توی این آب پرتقال و آب میده
خب بریزی بعد اینجوری بذاری تو فریزر یخ بزنه، بعد مثل آلاسکا میشه. نه یه چیزایی بلده خوشم اومد. من زن زندگیم سال من خونه ورم. یعنی بیورزا نبودم. خونه ون خونه جمع کن، این بار میشنوم میکردم یعنی زن زندگی. خونه بند. خونه کن برعکسش میشه. آها خونه رو میکنه ابه میبره کله شوهر رو ول خرجه. آره گوشی داری؟ ثبت میکنم. صدا رو ضبط نمیکنه چرا؟ اشکال نداره دیگه، صدا رو همینجوری داشته باشیم. میخوام بگم که اینو اینجوری هم میشه گذاشت. گیری عنوان هولدر قد ما خلاق خوبی ما. ساخت خلاقه. نه ما اینجوری کسی اینو بلد نبود. حالا بچه ها هم میگیم ببین اینجوری به هر حال خیلی خونه بندیم. آشغالا که اون زیر گذاشتی بیا بریم بندازیم. تا یه ویدیوی دیگه. خیلی ممنونم، مرسی که ما رو دنبال میکنین. ما چیزایی که همه با تبلیغات میان بهتون میگن خوبه، ما واقعی تست میکنیم بهتون میگیم واقعا خوب بوده یا نه. هیچ پولی هم دریافت نمیکنیم، فقط به خاطر شما. کاری نداری؟ خدافظ. دیگر بدرود. اگر رفته بگم غیبت کنم یه همسایه چجوری رد می‌شدن نگاه می‌کردن اینجوری بودن. جالب بود اصلا توجه نمی‌کردی. اصلا به هیچ صحبت می‌کردی من توجه نمی‌کردم. بخوای توجه کنی که اصلا نمیشه آدم. فقط آقا خدافظ.